و اون نکته اشاره به آیه 21 سوره یاسین است. خطاب به ملت ایران: ای ملت ایران، اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون. ای ملت ایران، حواستون جمع باشه، لحظات حساس و تاریخیه. از کسانی که به اسم خیرخواهی برای شما، به اسم دفع شر جنگ از سر شما، به اسم آباد کردن دنیای شما تجربه نشان داده جز غارت اموال شما، با جای دادن فرزندانشون در جایگاه ها، با کشیدن راه های اختصاصی برای ویلاها، با تلاش کردن برای غارت کردن هتل های بنیاد مستضعفان و نظایر اون، خود رو غالب کردن به عنوان دلسوز شما. ای ملت، دنبال اینها نرید. اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون. ای ملت، لحظه حساسیه، مراقب باشید. ای ملت، اون چی که در اتفاق میفته، من نمیخوام بگم نباید بشود، شاید ناچاریم باید بشود، ولی دوست و دشمن رو تشخیص بدین. فریاد نزن، ما اطلاعی نداریم. ملت بدانید مجلس هیچ اطلاعی از این مذاکرات ندارد. اون کسانی که بیانیه امروز دادن در جهت تایید این، بدانند مجلس خبری از مذاکرات ندارد. همین آقای قشقاوی به من گفت من عضو کمیته هسته‌ای ام ولی هیچ اطلاعی ندارم. ما اطلاعی نداریم، ولی حالا که بنا هست با تلخی کامل این اقدام بشود، ما مخالفتی نمی کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.